به نام خداوند بخشنده مهربان. موضوع ما نشانه‌های قیامت است. اون نشانهایی که در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است. در اطراف اون صحبت میکنیم و یک چند موضوع رو برای شما اختیار کردیم، گلچین کردیم. در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند: والذی نفس محمد بیده لا تقوم الساعة حتی یهلک البعول و یظهر التحوت. یعنی قیامت قائم نمی شود، یعنی قسم به ذاتی که جان محمد در دست اوست، قیامت قائم نمی شود تا اون زمانی که انسان‌های نیک و شریف هلاک میشن، نابود میشوند و انسان‌های پست، اراذیل و اوباش برو میزنند. بعد صحابه گفتن که مل وعول و ما التحوت، یعنی که کلمه وعول و تحوت را صحابه نفهمیدن. پیامبر گفتن که وعول انسان‌های با آبروی جمعیت، انسان‌های شریف، انسان‌های نبیل نجیب، اما تحوت همون انسان‌هایی که زیر پای مردم بودن یا که یک بار بالای مردم میبرن. در تفسیر حدیث گفته می شود که تحوت یعنی همون آدمای پستی هستند که منصب‌های بلند میگیرند، وظیفه دار میشوند، مردم زیر دست خود میکنند، مردم در خدمت اونها میشوند، در اطرافشون انسان‌های چاپلوس، خبرکش، منفی عجو، انسان‌هایی که برای خودش کار میکنند در اطراف اونها بسیار میشوند و یعنی که هلاک شدن انسان‌های وعول، انسان‌های نیک و نجیب و عاقل و خردمند را علما گفتن که در تفسیرش یعنی اونها از رسانه‌ها دور کرده میشن. برعکس انسان‌های تحوت فقط صاحب رسانه میشن، اونها در رسانه هستن، میبینه که انسان‌های رقاصه، انسان‌هایی که فقط موسیقی هستن یا موزیکانت هستن، یا انسان‌هایی که فحش و فحوش، یا اینکه مسخره بازا، یا اینکه همین انسان‌هایی که گپای پست بی معنا میزنن، رسانه برای اونها مسخر کرده میشود. که این پیامبر ما صلی الله علیه و سلم یعنی که 1400 سال پیش خبر دادن که همین واقع خواهد شد. خب دوستان، هم عباره وعول و تحوت ببینید چه خیلی جهلی بس پیامبر صلی الله علیه و سلم همین چه خیلی خبر دادن. در حقیقت انسان وقتی حاضر میبینیم حیران میشیم. یعنی بعضی فوتبالیستا میبینه که انسانو بالای کتفشون میبردونن، برای وای شده تمام، یعنی که یک بازی میداره $30,000 $5,000 برای اون بازی صرف میکنند، یا که برای همین رقاصه ها، برای همین سراینده هایی که بسیار در جامعه به نشر حرام و فسق و فساد مشغول هستند، با همون سرودهای بدی خودشون مردم جنگ و جنجال میکنن، بلید میخرن، برای بچه‌هاشون میبرن که بچه‌هاشون آماده میکنن که تا مثل همونا شوند در همین فسق و فساد و اینا. یعنی به درجه اونها به این سراینده ها و به این رقاصه ها داده شدن که تمام تفصیلات و جزئیات حیات اونها رو انجام بدن. با کی واخور دوست پسرش اول کی بود، کی نقض دی، چند سال با زندگی کرد، بس چه سبب اول جدا شد، چرا اونها جدا شدن، چرا از دیگرشون بد دیدن، چرا با یک دوست پسر دیگری نوع پیدا کرد. خب دوست پسر نوش چه چیزها رو دوست می‌دارد، این چه چیزها رو دوست می‌دارد، لباس داخلیش چه خیلی است، لباس خارجیش چه خیلی است، چه رو دوست می‌دارد، چند بار مکیاژ می‌زند، چند بار مکیاژ نمی‌زند، همراه کیا میشیند، شب کجا میره، روز کجا میره، تمام تفصیلات چه با علاقمنداش زیاد هستن که از پی همون هستن. آیا همین حدیث مصداقی همین خیلی انسانا نیست؟ یا که همین انسانا مصداقی همین حدیث نیستن؟ که جامعه به درجه ذوقش پس شده است که یک رقاصه تمام جامعه را به خود مشغول کرده است. یک سراینده‌ای که به اصل فصل است، یک سراینده‌ای که فقط فکر و یادش نشر حرام، نشر فحش، نشری که بی‌لباسی و برهنگی هست و تمام مثل یک خدای پیغمبر احترام میکنن، در اطراف جمع میشوند. اگر فهمن که فلان شهر میرفت از پول جمع میکنن، میرن با پول گناه میخرن. یعنی ببینید پیامبر صلی الله علیه و آله چه خیلی خبر پیشتر خبر دادن که همه خیلی انسان‌ها رو میزنن، یا که چه خیلی گفتیم به دهانشون پول کار میکنن، همینا مثلا سراینده همین از جمله همونا هست. رقاصا اگر به تناشون پول کار کنن مثل فاحشه ها، این سراینده ها باشد به زبانشون پول کار، به زبانشون حرام نطق میکنن، فسق نشر میکنن، فساد نشر میکنن، به همین راه برای خود پول کار میکنن. خدای تعالی نگاه داره نسل ما رو، ملت ما رو از این خیلی بدی خدای تعالی خودش نگه داره. در مقابل اگر پرسیم که پیامبر کی بودن، چند فرزند دارن، چند چی دارن، هیچ کی نمیدونن، یا آدمای کم بدونن این چیزا. خصوصا جوان‌ها از این چیز دور شدن، جوان‌ها بسیار به همونا مشغول هستن. اگر پرسیم که فلان فوتبالیست چند تا زن داشت، هم مثلا همون فاحشه‌ای که با همونا خواب خیز کرده همش نامش میدونن. ماشین چند پله دارد، چه رنگ دارد، چه لباس رو دوست می‌داره، کدام فرمی لباسش میشه، با بوتسیاش کدام فرم است، همش میدونن. لیکن وقتی اومدم درباره پیامبر پرسیم، تا درباره پیامبر اون طرف است، درباره خود همین قهرمانای مثلا ملت تاجیک پرسیم،
نمیدونند اکثرش. قهرمان چند تا است؟ از قهرمان رسمی که اعلام کرد چند نفر است؟ نمیدونند. چه قهرمانی داشتن؟ نمیدونند. در حالی که من این انسانای بیکاری که برای جامعه یک اون فایده ندارد و سرایندگی کردنش به اون فحش و فاحشه خودش و رقص کردنش برای ملت ما چی فایده دارد؟ لیکن و تمام لباس تگش رنگش میدونن و تمام تفصیلات حیاتش میدونن. چند تا بچه زاییدگی است، از چند کس زاییدگی است، همش میدونن. یعنی که ذوق خیلی ذوق پس شده است متاسفانه در جامعه. یکی دیگر از علامت قیامت این پروانه داشتن از اون که مال رو از کجا کسب کرد، حلال یا حرام. یعنی دیگر تقوا، ورع، زهد، یعنی که احتیاط از شبهه، دور شدن از شبهه در بین مردم قریب که نمیماند. این مال حرام است، حلال است، فرقش نیست. پیامبر در حدیث گفتن که لیاتین علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن حلال ام من حرام. یعنی یک زمان فرا میرسه برای مردم، یک زمان میآید که پروا نمیکند انسان که از کجا مال رو به دست میآورد، ثروت رو از کجا جمع میکند، از حرام یا از حلال، برای به فرقی ندارد. در حقیقت اگر ما حدیث تأمل کنیم در زمان خود خیلی انسان‌ها رو میبینیم که برای اونها حرام و حلال فرقش نیست. بعضی صورت تو 5 وقت نماز ترکش هم نیست، حرام هم میکند، حلال هم میکند، نامعقولی هم میکند. برای جمع مال تمام نامعقولی رو مرتکب میشود. یعنی ببینید خودش در فیبرلیگ میزند، در دکده میزند، خودش در دیگر کارهای حرام، در قمار میزند، عرق میفروشد، سیگارت میفروشد، نشه میفروشد، بانگ میفروشد، پرستینت میخورد، ریبا میخورد. تمام نامعقولی رو مرتکب میشه فقط برای خاطر یک لقمه نان خوردن. اگر هم حدیث خوب تأمل کنیم ببینیم که در حقیقت مردم برای ثروت جمع کردن یک راه و وسیله ها رو اختراع کردن که شاید که در ذهن شیطان هم این چیز نمی آید. مثلا ببینید که عرق میفروشن، سیگارت میفروشد، کارهای حرام میکند، دشنو کلوب میکشد. یعنی که گویا چیزی هیچ عادی باشه، ریبا میخورد، پرستین خوری میکند، رشوه گیری میکند، زوری کرده از مردم پولش میگیرد، مردم شانتاژ کرده پول میگیرد، تهدید کرده پول میگیرد. یعنی که راه و وسیله های گوناگونی حرام کسب کردن برام دست، فیبرلیگ برام دست، دکادم برام دست، پیرامید میبرد، ایناش میبرد، ویاش میبرد. یعنی مردم دیگه پروا ندارن که از کجا این پول آمده است، حرام است، حلال است، خوردن ممکن است، ممکن نیست، فرزندامون چی میشه، پگه این مال فرزند کلام شد چی میشه. دالو که پیامبر گفتگن که لحم نبت من حرام فالنار اولا به، گوشت که از پول حرام غذا میگیرد برای فقط دوزخ جای خوب است، برای فقط سزاوار دوزخ است میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب انسانی که از همین شبهه دور میشه، انسانی که خودش از مالهای شبهه‌ناک دور میکنه، در مرز مردم میخواد انسان نمونه‌ای مینماد. میگه تازه احد زیاد احتیاط میکنه، این آدم احتیاط از حد زیاد گذراندگی است. یعنی که بابا یک به نظر شبهه نگاه میکنه خود مردم از احتیاط کارشه. یا اینکه برای وظیفه هم نمیتونه، چون دیگه وظیفه گرفتم رشوه گرفتن نمیتونه، وظیفه دام داد نمیتونه، رشوه خوری میترسد، از خدا حرام کردن میترسد. بنابراین برای مردم یک انسان غریب میشه و یک انسان ناشناس میشه برای جامعه. یکی دیگر از علامات قیامت که بسیار دیده میشه این احترام کردن بعضی آدما از ترس اون که بدیش به شما نرسد. این هم پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما در اطرافش صحبت کردن، در اطرافش برای ما معلومات دادن. یعنی گویا میشه که انسان‌های بد، انسان‌های اشرار، انسان‌های شر، اهل شر بالای مردم تسلط پیدا میکنن، اونها رو زیر دست خود قرار میدن. مردم مجبور میشن که برای خاطر که همین بدیش نرسد برای وای و یه حرمت میکنن، احترام میکنن، شاید یه جور درودگر در پیشکی معرکه جا میکنن، مثلا در هم بالا میشنن فقط برای خاطر که برای بدیش نرسه. خب پیامبر علیه السلام درباره این انسانو چی گفتن در حدیث؟ و اکرم الرجل مخافت شره، و احترام کرده می شود آدم یا مرد یا شخصی از ترس بدیش. یعنی مردم از بدیش می ترسن، ممکن منه به یک قلم خودش زندان بکند، به یک قلم خودش منه میبرد یک اون نامعقولی میکند، یا اینکه منه میزند، قوه دارد، یا اطرافش آدم هستن مثلا که شاید که این مرده که برده میزنن. بنابراین مردم میترسن و مرده که احترام میکنه. یعنی یکون خبر کشی میکنه در حقش، تهمت کردنش ممکن است، یکون گواهی برداره دادنش ممکن است. خب از همه اینا ترسیده مردم فقط چی؟ همه آدم احترام میکنن که بدیش به اونها نرسه. در حقیقت چنین انسان‌ها در جامعه دیده میشود. خدای تعالی از بدی اونها، از شر اشرار بندگانش را در پناهش نگه دارد. یکی دیگر از علامت‌های قیامت که پیامبر برای ما خبر دادن و ما هر روز این چیز میبینیم و خیلی هم بسیار شده است، این کسب مال، یعنی که پول کار کردن، ثروت جمع کردن توسط زبان.
خب این البته یعنی که اصلا تجارتی مشروع است، تجارتی درست هم هست. مثلا که مثلا معلم به همین طرز مثلا پول کار میکند، انسان حمایتگر به همین طرز پول کار میکند، یا انسانی که برای مردم یک چی یاد میتیند به همین طرز کار میکنن پولشون. یعنی کدام وقت این مثال به زبان پول کردن حرام میشه؟ وقتی که زبان خوش در خدمت یک شخصی که اهل اون چیز نیست، در تعریف و توصیف های بیکاره، در دروغ مثلا استفاده میبرد، در تهمت استفاده میبرد، در این حالت و این چیز که مضمون بشود. روز پسر سعد بن ابی وقاص از پدرش چیزی میخواست، شرم داشت که پدرش بیاد و یعنی که چی کند، همین خیلی که ابا با موضوع داخل شود، اومد خیلی مقدمه ها کرد، پدرش تعریف کرد، دست کشودش گپ زد، اینش گپ زد، وایش گپ زد، پیشتر خدمتاش گپ زد، انسانی دست کشود بودنش بازم با تاکید به تاکید گپ میزد. بعد گفت چی میگه؟ گفت خلاصی گپ گپ زدن. گفت که خیلی گفت من همین چیزا حاجت دارم. بعد سعد بن ابی وقاص گفت که پیامبر گفتن که سیکون قوم، یعنی که در آینده یک قوم خواهد بود که یاکلون بالسنتهم، یعنی توسط زبان خودشون پول کار میکنن، توسط زبان خودشون ثروت جمع میکنن. گفت کما تاکل البقره من الارض، خیلی که گاو گفتن از زمین علف میخورد و سیر میشود، اینها به همین زبان و دهانشون و جنباندنشون پول کار میکنن. گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم که در حقیقت این دیده شدیم. بعد در حدیثی که گفتن که من اقتراب الساعه، از جمله نزدیک شوی قیامت، ان ترفع الاشرار، و انسان‌های اشرار، انسان‌های بد، انسان‌های بی اصل و فصل، انسان‌های وضیع رازیل اوباش بالا میبرایند، صاحب منصب میشوند، صاحب وظیفه میشوند، و توضع الاخیار، و انسان‌های نیک و انسان‌های خیر، صاحب خیر، انسان‌ها پس زده میشوند و پشت دست زده میشوند. خب یکی دیگر از علامت‌هایی که پیامبر خبر دادند و ما هر روزمره آن رو میبینیم و در اطراف شاید خیلی کشمکش‌های زیاد هم از در جامعه، این پول گرفتن در مقابل خواندن قرآن، قرائت قرآن، تلاوت قرآن میکنن، پول میگیرن. قرائت قرآن اصلا عبادت است و نزدیکی و تقرب به الله تعالی هست که اصل باید فقط برای خدای تعالی صرف کنه و به اخلاص برای الله تعالی باشد. و از علامت‌های قیامت این است که قومی میآیند، اقوام خواهند آمد که قرآن هم میخوانند و آوازشون زیبا میکنند و در مجلس‌های عزای و تعزیه ها میروند، در تعزیه ها، در توی ها، در معرکه ها، در میروند میخوانند و در مقابل اون از مردم پول میگیرند. عمران بن حسین روز صحابی پیامبر رضی الله عنه روز از کوچه میگذشت که مرد رو دید که یا اقوام رو دید که شیشته بودند، یک مرد قرآن میخوند، بعد از خواندن قرآن از مردم پول طلب کرد، خواند و پول طلب کرد. بعد عمران بن حسین رضی الله عنه گفت که انا لله و انا الیه راجعون. این جمله در هنگام مصیبت گفته می شود. اینی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، من شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفتند من قرأ القرآن فلیسأل الله تعالی به فانه سیجیء قوم یقرؤون القرآن یسألون الناس به. یعنی که کسی که قرآن میخواند باید که از خدا پرسد کنند، اجر و ثواب خودش پاداش از خدای تعالی باید چشم دارد، نه از مردم، چون که اقوام خواهند آمد که اونا قرآن میخوانند و با توسط قرآن از مردم پول میپرسند. خب این روایت امام احمد است. و در حدیث جابر آمده است که میگه که روز همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم برآمدیم و قرآن میخوندیم و بین ما یک اعرابی بود. خب بین ما آدمای عرب هم بود، عجمی هم بود، یعنی که آمیخته بودن. یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که سیجیء اقوام یقیمونه کما یقیم القدح یتعجلونه ولا یتأجلونه. در باره قرآن، یعنی که جابر وقتی که با پیامبر در سفر بود، پیامبر گفتن که قرآن رو خونید، چون که آینده اقوام خواهند آمد که خیلی که انسان 7 ساله در وقت پیشتر تیری کمان به 7 ساله می ساختن برای اینکه به هدف رسد، اونها هم قرآن خوانشون بسیار به 7 ساله هست، دو زده میخونن، صداشون خیلی بالای و پایان و با تجوید و غنه و همه اشمام همه چیاشه بجا میارن. لیکن میگه تعجیل میکنن در چیشه گرفتن، ثواب و اجرش گرفتن در همین دنیا، در مقابلش پول طلب میکنن. و لا یتعجلونه، و تعجیل نمیکنن برای آخرت، یعنی که ثواب آخرت امیدوار نیستن، بلکه ثواب عاجل این دنیا رو اونها امیدوار هستن. عزیزان، این یک چند مثال از نشانه قیامت بود. ما نمیتونیم که برای شما همه اونها رو بریم، لیکن بسیارتر همون چیزی که در جامعه بسیار است. من
حرکت میکنم اون چیزی که در جامعه منتشر است همون بیارم، تا اینکه اکثر مردم میدونن که این چیزها هست، به چشم خود روزمره میبینن، تا اینکه ایمانشون با پیغمبر زیاد شود، تا اینکه صدق نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله بازم بسیارتر اثبات شود، در بین مردم نشر شود که پیامبر 1400 سال پیش این چیزها را برای ما بازگو کرده بودند. شما رو تو حلقه آینده به پناه خدای تعالی میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.